سلام بر شما آموزندگان گرامی. اینک درس نوبتی زبان روسی را آغاز میکنیم. این درس درباره عملها یا کارهای صحبت میکند که ما همه روزه آنها را انجام میدهیم. این عمل و کارها را در زبان ما، در دستور زبان ما، در گراماتیک زبان ما فعل میگویند و شکل ابتدایی فعل در زبان ما مصدر نامیده می شود که همون فعل های رفتن، گفتن، خواندن، نشستن از جمله اینها هستند. یکی از مشخصات یا نشانه های اساسی مصدر این پسوند ان است که در آخر فعل می آید و این البته در زبان خودمون است. اما امروز ببینیم که مصدر در زبان روسی چگونه ifade می شود و کدام شکل ها را دارد. باید بگویم که مصدر این نوع شناسنامه فعل است که در همه لغت ها وقتی که میخواهند فعل را دربارش توضیح بدهند این شکل فعلی را میآورند. مصدر را در زبان روسی неопределенная форма глагола میگویند و باید از زبان تاجیکی یا فارسی به یاد بیاریم که مصدر نام فعل هاست و نشانه اساسی آن همان پسوند یا سوفیکس ان در آخری فعل است. مثال ها از زبان خودمان که در اینجا رفتن، گفتن، کردن، نشستن، برخاستن، بودن، شدن، خفتن، افتیدن، فهمیدن و خواندن را میبینیم که همه اشان مصدر هستند و در آخر همه اشان سوفیکس یا پسوند ان آمده است که با رنگ سرخ من برای شما آن را اشاره کردم. و حالا ترجمه چند مصدر فعل های زبان تاجیکی را بر روسی برایتان میاریم و مقایسه میکنیم آنها را با روسی. رفتن که پسوند ان با رنگ سرخ ifade شده است و می شود به زبان روسی ایتی که پسوند این فعل در زبان روسی تی است. گفتن با پسوند ان در زبان تاجیکی و گواریت ترجمه آن به زبان روسی و پسوند ت و علامت جدایی و ت با علامت مخکی زنک در زبان روسی میگویند. اینجا میبینیم که نشانه مصدر است و کردن که ترجمهش میشود دیلت. در همه این فعل های پایان هم پسوند ها با رنگ سرخ نوشته شدند که هر چیزی که در این فعل ها با رنگ سرخ نوشته شده باشد یا در مصدرهای تاجیکی یا در مصدرهای روسی اینها پسوند هستند. نشستن سیدیت در فعل سیدیتی زبان روسی میبینید که پسوند ت و مخکی زنک آمده است. برخاستن که ترجمهش میشود به زبان روسی вставать، اینجا هم پسوند مصدر زبان روسی ت با مخکی زنک است. بودن بیت که اینجا هم پسوند فعل بیت روسی ت با علامت مخکی زنک است. شدن که به زبان روسی استک می شود که اینجا هم میبینید پسوندش ت و مخکی زنک است. خفتن спать، افتیدن падать، فهمیدن понимать، خواندن читать. همان گونه که میبینید اکثر مصدرهای فعلهای روسی با پسوند ت و مخکی زنک تمام میشوند. یعنی در کلمه های روسی پسوند ت و مخکی زنک همان وظیفه پسوند ان را در فعلهای تاجیکی یا مصدرهای تاجیکی اجرا کرده است. اما در زبان روسی نه همه فعل ها با پسوند ت و مخکی زنک تمام میشوند. بغیر از این پسوند بعضی فعل ها یا مصدرهای فعل در زبان روسی با پسوند تی و بعضی دیگر از
مصدرهای فعل در زبان روسی با پسوند چه و مягкий знак تمام میشن. مثال ها رو در اینجا با پسوند تی میبینیم. ایتی رفتن، نیستی بردن، پریتی آمدن، پلیستی کاکل بافتن، تریستی لرزیدن یا لرزاندن، ویستی راه بلدی کردن یا بردن. خب یک موضوع دیگر رو میخواهم برایتان بگویم که اینجا همانگونه که دیدید فعل پلیستی نوشته می شود اما پلیستی تلفظ می شود در اینجا، یا تریستی نوشته می شود تریستی تلفظ می شود. این یکی از خصوصیت های زبان روسی است که در درس های بعدی در یکی از درس ها ما به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. و حالا مثال های مصدر در زبان روسی را با پسوند چه و مягкий знак میبینید. برچ صرفه‌جویی کردن، احتیاط کردن، ژچ سوختن، آتش زدن، سوزاندن، پیچ در تنور پختن، تچ جاری شدن، تلاچ سودن، ساییدن یا آرد کردن. همین بود معلومات مختصر درباره مصدرهای زبان روسی و پسوندهای آنها. آموزندگان گرامی، امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد و منتظر درس‌های بعدی ما باشید و این ویدیوها را با دوستانتان، با نزدیکانتان هم رسانی بکنید یا به اصطلاح سلکش یا پیوندش را به اونها بفرستید تا اینکه آنها هم با بهره برداری از این ویدیوها زبان روسی را بهتر یاد بگیرند. خیلی سپاسگزارم از شما و در پناه خدا باشید.